درود. قسمت دوم آموزش بوکس. دومین قدم در آموزش بوکس زدن دست جلو. بچه‌ها زدن دست جلو فقط دست لازم نداره، شما باید بتونید هماهنگی دست و پاتون رو پیدا کنید، بتونید پاتون، کمرتون، میان تنتون و کتف و دستتون همزمان باز بشه. تمرینش اینه که شما روی گارد که توی قسمت قبل توضیح داده بودم، گارد بوکس دستای 11 فک پایین نگاه به جلو، پا 50 باشه. شروع کنید رو به جلو حرکت کردن. 1 2 3 4 ضربه مش میشه و این از این تحت دارن. نگاه کنید 1 2 3 4. حالا رو به عقب بریم. 1 2 3 4. پای من هر وقت حرکت کرد ضربه دست جلو من زده میشه. شما سعی کنید توی فضای رینگ حرکت کنید. مثال میزنم 3 قدم رو به جلو برید، دست جلو بزنید. 3 قدم رو به عقب بیاین، دست دوباره جلو رو بزنید. بیاین بغل، چپ رو بزنید. بیاین بغل، چپ رو بزنید. دوباره جلو، چپ رو. یه ذره جاتون رو عوض کنید، مثل عقربه‌های ساعت کوچیک عوض کنید. چپ رو بزنید. دوباره عقب، چپ رو بزنید. جلو، چپ رو بزنید. شونه هاتون رو بالا نبرید، ریلکس باشید، شل باشه دستتون. فقط دستتون برید بالا، جلو، چپ. این نگاه چشم دیده، چشم سمت چپم دست سمت چپم نگاه میکنه، چشم سمت راستم دست راستم نگاه میکنه که حمله حریف رو بتونم پیش بینی کنم نگاه کنم. اینجوری نگاهم اینجوریه. بعد سعی کنید مچ دستتون یه مقدار رو به پایین بذارید، چون وقتی دستش بوکس دستتون میکنید دستتون کاملا صاف به صورت حریفتون بشینه. خیلی ممنون که ویدیو من دنبال میکنید. خیلی دوستتون دارم.